یه دونه سینه مرغ درست کنید، میتونید 2 تا سینه اندازه‌ای که درست کردم یه دونه سینه مرغ زدم. من میایم روشن میکنیم، مایتابه رو میذاریم، کررم میندازیم داخلش. ما بچه‌ها مایتابه انتخاب کنید که قشنگ گوددار باشه و بشه همه مواد رو توش بریزید. کره رو با شعله ملایم خرد کردیم، مرغام رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم تا تفت بخوره. بعد از اون میریم سراغ قارچامون رو به صورت حلقه‌ای خرد میکنیم. من اینجا بازم به مقداری که پاستا درست کردم، شما هر مقداری دارید میتونید به همون اندازه بیشتر یا کمتر. و بعد از اون دوباره میریم قارچ ها رو به مرغامون اضافه میکنیم و قشنگ با هم مخلوط میکنیم. بچه ها بهش ادویه اضافه میکنیم، ادویه نمک، فلفل سیاه و پودر آویشن و بعد بهش خام صبحانمون رو اضافه میکنیم. قشنگ مخلوط میکنیم تا با هم قشنگ هم میزنیم تا با هم مخلوط بشه. نوبت پاستا هامونه. من اینجا 2 نوع پاستا اضافه کردم، شما میتونید یه نوع اضافه کنید، هر مقداری که دوست دارید. تا بهش اضافه کردم و بعدش اومدم بهش به مقدار لازم شیر اضافه کردم و بهش آب هم اضافه کردم. من اینجا 2 لیوان به این آب اضافه کردم، هم شیر هم آب بهش اضافه کردم و هم زدم تا با هم مخلوط بشه. و بچه‌ها حتما زیر شعله رو کم کنید تا قشنگ مغز پخت بشه و تو دل پخته بشه. بعد از اینکه مطمئن شدید پخت، میایم پنیر پیتزامون رو بهش اضافه میکنیم و تمام پاستای ما آماده است. بچه ها خیلی خوشمزه شد، حتما امتحان کنید و ممنون میشم اگه منو سابسکرایب کنید، لایک و نظراتتون رو به هم بگید تا من هم آموزش های بیشتری براتون بذارم. مرسی.